تاریخی تبدیل نام خراسان به افغانستان بود. شما در مورد دجال خوانده اید که فتنه مسیح دجال چنان بزرگ است که از اول دنیا تا آخر دنیا چنین فتنه بزرگ نیامده است و نمی آید. این فتنه به اشکال مختلف تبارز می کند. فکر مسیح دجال به جای می رسد که فکر علمای من و شما به حساب که فکر متخصصین من و شما هم به نیم آن نمی رسد. مسیح دجال صدها سال پیش را می نگرد، هزاران سال عمر دارد. او پیش از پیش توسط لشکر خود نام این خطه را تغییر داد. به خاطر چی تغییر داد؟ به خاطر آنکه از اینجا دشمن من